وزارت مدافع تاجیکستان خبر داد که روز 30 نوامبر دعوت تیرمایی شهروندان به خدمت حتمی حربی که از 1 اکتبر سر شده بود پورا به انجام رسید، ولی افزوده است مرکز مطبوعات وزارت طبق ماده 28 قانون جمهوری تاجیکستان درباره عهدهداری حربی و خدمت حربی شهروندان سن دعوت در اساس قرار رئیسان شهر و نویه‌ها با مقصد آموزش با ترتیب مقرر نموده وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان تا آغاز دعوت شهروندان به خدمت حربی به کمیساریات حربی محلی استقامتی دعوت کرده می شوند. وزارت شرح نداده است که آیا این به معنای تمدید مهلت دعوت در منطقه است که نقشه را اجرا کرده نتوانستند یا چی؟ وزارت مدافع گفت همه منطقه های تاجیکستان نخستین در ولایت مختار کوهستان بدخشان و شهر دوشنبه و سپس در شهر و نویه‌های تابع جمهوری و ولایت سغد و ختلان نقشه دعوت را اجرا کردند. همساله در جمهوری تاجیکستان دعوت و گسیل شهروندان جنس مرد از 18 تا 27 ساله به خدمت حتمی حربی در 2 موسم جریان میگیرد. دعوت بهاری شهروندان به صف قوه‌های مسلح از 1 اپریل تا 31 می، دعوت تیرمایی از 1 اکتبر تا 30 نوامبر ادامه می‌یابد. وزارت مدافع با اظهار سپاس به مقامات شهر و نویه‌های پیشرف و والدانی که فرزندانش اختیاری به خدمت ارتش رفتند گفت در آن شهر و نویه‌هایی که مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی به این معرکه مهم سیاسی توجه مخصوص ظاهر نموده در دایره معیار قانون‌های عمل کننده با مردم همکاری زیش را تشکیل و برآ ماندن در چنین منطقه‌ها در سمت چاره‌بینی‌های دعوت و گسیل شهروندان به خدمت حتمی حربی مانع و مشکلات به مشاهده نمی‌رسد. در آغاز موسم تیرمایی شکایت‌ها از ابله یعنی مجبوراً در کوچه بازارها داشتن جوانان سن و سال خدمتی کمتر به دست می‌رسید، ولی در روزهای آخر چنین شکایت‌ها بخصوص از شهر و ناحیه‌هایی که نقشه را اجرا نکردند خیلی افزود. از جمله از پنجکند خبر آمد که دانشجویان کالج و دانشکده آموزگاری را از درس برداشته به ماشین‌ها بار کردند و به کمیساریات حربی بردند. از ناحیه جامی خبر آمد که مدیران مکتب‌ها و کودکستان را هر روز تا پاس شب در بنای حکومت ناحیه نگاه می‌دارند و تا حد اقل یک سرباز یافته نسپارند جواب نمی‌دهند. از ولایت سغد شکایت‌های زیاد رسید که معلمان جوان را از مکتب‌ها برداشته به ارتش فرستادند. از خوجند همچنین درباره به خدمت بردن 2 ورزشگر نیم حمایتگر خوجند پرویز علیزاده و عضو تیم ملی سامبای تاجیکستان باباخان میرزازاده خبرها به دست رسید.